نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با سوره دیگر از کلام الله مجید در جزء 30 قرآن کریم، سوره مبارکه المطففین. سوره مبارکه مطففین از جمله سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده است. این سوره نام المطففین از آیه اول این سوره گرفته شده به معنای کسانی که کم میکنن پیمانه ها رو در هنگام فروختن، کم فروشان. الله متعال در این سوره میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین. وای بر کسانی که کم فروشی میکنند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. کسانی که وقتی از دیگران پیمانه می ستانند به کامل می گیرند. یعنی وقتی که خودشون میخوان که خرید بکنند و از دیگران پیمانه‌ای بخرن یا وزنی بخرن، کامل می گیرن، 1 گرمش رو هم کم نمی کنن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اما وقتی که خودشون میخوان که به کسانی دیگری چیزی بفروشن، پیمانه و وزنشون رو کم میکنن و کمتر از اون چیزی که باید بون بدن میفروشن. کسانی که در خرید و فروششون صادق نیستن و پیمانه خودشون رو کم میکنن. مثلا قراره که 1 کیلو بفروشه، 900 گرم میفروشه به شخص، 950 گرم به شخص میفروشه و کمتر از آنچه که قراره به او بده بهش میده و اون طرف نمیدونه و این داره در این پیمانه و در این وزن خیانت میکنه. این شخص وقتی که نوبت خودش میرسه کامل میگیره، اما وقتی که به دیگران پرداخت میکنه ناقص پرداخت میکنه. وای به حال این افراد. ببینید که چقدر حکایت مهم است. چیزی که شاید بسیار از ما متاسفانه در زندگی خودمون، در تجارتمون، الان خصوص عزیزانی که با پیمانه و وزن در ارتباطن و در کارهایی مشغولن که با ترازو و پیمانه ها سر کار دارن، انقدر الله متعال تهدید سختی فرموده است که انسان تنش می‌لرزه. سوره‌ای درباره مذمت کسانی که در معامله صادق نیستن و کم فروشی میکنن، اونها رو مذمت میکنه. شمایی که دست به ترازو هستی، شمایی که در خرید و فروشاتون ترازو داری، مواظب ترازوهای خودت باش. مواظب باش که حق دیگران رو کم نکنی. مواظب باش تا درباره مال دیگران چطور تصمیم میگیری. درباره مال دیگران باید حساس بود. ما حق نداریم مال دیگران رو آنگونه‌ای که اختیار داریم، آنگونه‌ای که دوست داریم، حیف و میل بکنیم. وقتی که مال خودمون میرسه حسابمون دقیقه، اما به مال دیگران که میرسه حساب کتاب ما آسان است و برامون مهم نیست از مال اونها بخوریم یا نخوریم. این آیات تهدیدی است درباره همه کسانی که مال دیگران رو کم میکنن، یا کسانی که مثلا حتی قرار است چند ساعت کار بکنه. این یک پیمانه است، یک پیمانه زمان است. قرار 8 ساعت کار بکنه، 7 ساعت کار میکنه، از کارش میزنه، از این ور کار میزنه، از اون ور کار میزنه. وقتی انسان با کسی قراردادی میبنده و پیمانی میبنده بر مبنای اینکه اینقدر ساعت کار بکنه، اینقدر متر کار بکنه، اینقدر یک پیمانی زمانی
و مقداری رو مشخص میکنه، نباید کمتر از اون کار بکنه، نباید کمتر از اون کارش رو تحویل بده. به همون اندازه‌ای که با اون قرارداد بسته به همون اندازه باید صادق باشه و پیمانش رو وفا بکنه تا در این آیات قرار نگیره وای بر اینها. نفرین بر کسانی که حق دیگران رو نادیده میگیرن، حقشون رو کم پرداخت میکنن، حقی رو که بعد به اونها بپردازن نمیپردازن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها گمان نمیبرن؟ آیا اینها خبر ندارن و گمان نمیکنن که مبعوث میشوند و دوباره برانگیخته میشوند؟ آیا اینها فکر میکنن حساب کتابی نخواهد بود؟ آیا اینها فکر میکنن که الله متعال غافل است از کاری که اینها انجام میدادن و آنچه اینها انجام میدادن ثبت و ضبط نمیشه؟ اگر اون غریب و مسکین خبر نشد، شما الله متعال رو چطور فکر میکنین؟ الله متعال که خبر میشه. کسانی که میان و اجناسشون رو میان، بعضی ها میگن طرف ساده است، خبر نداره، چندین برابر قیمت میفروشن، گرانتر میفروشن، سرش کلاه میگذارن و یا جنس شخصی رو که قیمتش بالاتر هست به قیمت بسیار ارزان و ناچیزی ازش میخرن، سرش کلاه میگذارن. همه اینها داخلن در این آیات، همه اینها در این وعید و در این تهدید داخلن. هر کسی که در تعامل با مال دیگران حق اونها رو اونگونه‌ای که شایسته است به اونها پرداخت نمیکنه و سعی داره تا سوء استفاده بکنه از این موقعیت. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، آیا اینها گمان نمی‌کنند، آیا اینها باور ندارن که اینها برانگیخته خواهند شد برای یک یومی، برای آن روز عظیم، روز قیامت؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، آن روزی که انسانها از قبرها بلند خواهند شد، در پیشگاه الله تعالی، در پیشگاه رب العالمین حاضر خواهند شد، به پیشگاه الله متعال احکم الحاکمین حاضر می شوند و باید پاسخ بدن درباره کارهایی که کردن. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، این گونه نیست که برخی ها فکر می کنند که الله متعال حساب کتابی نخواهد داشت و قیامت نخواهد بود و روز قیامت و حساب کتاب و دوزخ و جنت، همه اینها حرفهای افسانه های پیشینیان است. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، هرگز اینطور نیست که حساب کتابی نباشه. نامه همه انسانهای بدکار، بدرفتار، فاجر و گناهکار در مکانی به نام سجین نگهداری می شود. سجین از سجن گرفته شده، سجن یعنی زندان. گویی که الله متعال پرونده بدکاران رو، چون اینها محکوم به زندان شدن در دوزخ هستند، اینها رو در منطقه‌ای، در مکانی به نام سجین نگهداری میکنه. یا سجین پرونده است که بایگانی اعمال همه انسانهای بدکار است. و ما ادراک ما سجین، و تو چه میدانی ای پیامبر من، ای مخاطب قرآن، ای مسلمان، که سجین چیست؟ کتاب مرقوم، یک کتابی است، یک کتابی است که نوشته شده، هیچ چیزی از قلم نیفتاده در اون کتاب، تمام اعمال انسانهای بد در او ثبت و ضبط است، تمام ذره ذره کارهای زندگی اونها ثبت شده. ویل یومئذ للمکذبین، وای بر کسانی که تکذیب میکنن آن روز رو، وای به حال اونها، وای به حال کسانی که دروغ میپندارن این آیات رو در روز قیامت، در اون روزی که در دادگاه عدل الهی حاضر شوند. الذین یکذبون بیوم الدین، اون کسانی که روز قیامت، حساب و کتاب روز قیامت و بررسی اعمال و نامه اعمال رو در روز قیامت تکذیب میکنند. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، و چه کسی تکذیب خواهد کرد اون روز رو، روز حساب و کتاب رو، مگر انسانی که گناه پیشه باشه، متعدی باشه، از حد تجاوز کرده باشه، گناه پیشه بد کردار. آیا غیر از این انسان کسی منکر اون روز هست؟ به این معنا که هر چقدر انسان انکار بکنه قیامت رو، هر چقدر فراموش بکنه و هر چقدر حواسش پرت باشه از روز قیامت، به همین اندازه گناه میکنه، به همین اندازه از حدود الهی تجاوز میکنه.
و نقطه مقابلش اینه که هر چقدر قیامت پیش چشمان انسان باشه و انسان مشاهده بکنه، احوال قیامت رو در ذهن داشته باشه، در فکر داشته باشه، اون روزی رو که یقوم الناس لرب العالمین، در پیشگاه الله متعال انسانها حاضر خواهند شد، اون روز رو در ذهن خودش داشته باشه، فراموش نکنه، این انسان گناهش کمتر خواهد بود، این انسان بهتر زندگی خواهد کرد در راه عبادت الله متعال. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، هیچ کسی جز گناه پیشه بدرفتار فاسق اون روز رو تکذیب نخواهد کرد. اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی که آیات من الله با عظمت درباره قیامت، درباره الله متعال، درباره دوباره برانگیخته شدن، درباره دوزخ، درباره بهشت بر آنها خوانده می شود، می گویند این افسانه گذشتگان است، اینها افسانه های بیش نیست، اینها حرف های بیهوده است که من تو رو سرگرم کردن، این کلام اونهاست. کلا، هرگز این گونه نیست که آنها می گویند بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، بلکه زنگ زده است قلبهای اینها، قلبهای اینها زنگار گرفته است به خاطر آنچه که انجام دادن. قلوبهم ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، آنچه که کسب کردن دلهای اینها رو سیاه کرده، دل اینها زنگ زده به خاطر اعمال اونها. هر گناهی که انجام میده انسان لکه سیاهی قلب او رو میگیره، به حدی که این گناهان هرچه بیشتر و بیشتر میشه این دل زنگ میزنه، این دل زنگ میزنه، همون گونه‌ای که آهن زنگ میزند. پرسیده شد یا رسول الله شفای این دل زنگ زده چیست؟ فرمود یاد مرگ و تلاوت قرآن، یاد مرگ و تلاوت قرآن. کسی که به یاد مرگ است، کسی که به حساب و کتاب اعمال خود باور داره، کسی که به آیات این کتاب باور داره، دل او زنگ نمیزنه، دل او جلا پیدا میکنه، دل او پاک است و تمیز است. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، آنچه آنها کسب کردن، اعمال اینها سبب شده که قلبهای اینها سیاه بشه، قلبهایی که زنگ زده است. چه انسانهایی که فکر میکنن زندن اما خیلی وقته که مردن و قلب اینها از بین رفته است. قلب خیلی ها مرده اما نمیدانن که مرده است. قلب خیلی ها ظاهرا داره میزنه اما نبض قلب حقیقی اونها خیلی وقته که مرده. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، آنچه کسب میکردن سبب شده تا دل اینها زنگ بزند. کلا انهم من ربهم یومئذ لمحجوبون، این دلی که زنگ زده، گناه او رو به خودش مشغول کرده، شیفته نعمتها و لذتها و شهوتهای دنیا شده به حدی که الله رو فراموش کرده، قیامت رو فراموش کرده، حساب و کتاب رو فراموش کرده، جنت و نار رو فراموش کرده، گناه میکنه، معصیت میکنه، فسق و فجور میکنه، کافر و مشرک شده. کلا، نتیجه این زنگار گرفتن قلب اونها و این زنگ زدن قلب اونها این است که انهم من ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها بزرگترین عذابی که در روز قیامت خواهند داشت اینه که اینها از دیدار الله متعال در روز قیامت محجوبن، ممنوعن، اینها الله متعال رو نمیتونن که مشاهده بکنن، اینها رو الله متعال اجازه نخواهد داد تا ذات الهی رو مشاهده بکنن. الله متعال با اینها هم کلام نخواهد شد، اینها الله متعال رو نمیبینن، اینها از الله متعال دور هستن روز قیامت. این عذاب به حدی از عذابهای دیگر سخت‌تر است که الله متعال این رو قبل از دوزخ ذکر فرمود اینها خدای خود رو، اینها الله متعال رو، مالک یوم الدین رو، رحمان الرحیم رو مشاهده نخواهند کرد، اینها اون ذات عظیم رو نمی بینن. ثم انهم لصال الجحیم، بعد از اون اینها به دوزخ هم خواهند افتاد. دوزخ رو بعد از عدم رؤیت الله متعال ذکر کرد، به این معنا که بزرگترین عذابی که اینها دارن
در روز قیامت این هست که حسرت دیدار الله متعال در دل اینها باقی میماند و نقطه مقابلش اینه که بزرگترین نعمتی که مؤمنین و متقین دارن این است که الله متعال رو مشاهده میکنن. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. اون روز، در روز قیامت، چهره‌های سرسبز و خرم، شادمان و اینها نظاره‌گرن ذات الله متعال رو مشاهده میکنن. این نعمت بزرگتر از نعمت جنت است. در جنت نعمتی است که عظیمتر از خود جنت است و آن رضایت الله متعال و بلکه فراتر از آن ملاقات الله متعال است. و برای دوزخیان بزرگتر از عذاب دوزخ عذاب محروم شدن از رؤیت ذات الله متعال است. کلا انهم من ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحیم ثم یقال، سپس به آنها گفته می شود هذا الذی کنتم به تکذبون. این همون چیزی بود که می گفتین دروغه. مگر تو نمی گفتی که دوزخی نیست؟ مگر تو نمی گفتی حساب و کتابی نیست؟ مگر تو ما رو مسخره نمی کردی؟ مگر نمی گفتی همه این حرفها بیهوده است، افسانه های گذشتگان است؟ امروز برو و ببین با چشم سر، امروز بچش آنچه رو که تکذیب می کردیم. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. این همون چیزی است که تو دروغ میپنداشتیم. اما آن طرف در جهت مقابل کلا، هرگز این گونه نیست که تو فکر میکنی که حساب و کتابی نیست، بلکه هست و بلکه اون مؤمنانی رو که تو در دنیا مسخره میکردی، ان کتاب الابرار لفی علیین، الله متعال نامه اعمال اونها رو هم نوشته، تمام جزئیات زندگی اونها هم ثبت شده، اما در علیین. و ما ادراک ما علیون، و تو چه میدانی که علیون کجاست؟ علیین یا علیون از علی گرفته شده، علی از علو گرفته شده، آن مکان بلند مرتبه و با مکانت و با رفعت. الله متعال میفرماید و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی که علیین و علیون چیست؟ کتاب مرقوم، کتابی است که نوشته شده با یگانی نامه اعمال انسانهای مقرب نزد الله متعال. علیین مکانی است در آسمان ها، مکانی بسیار مکرم و معزز و مرتفع که الله متعال میفرماید نامه اعمال و زندگی نامه اعمال انسانهای صالح آنجاست. یشهده المقربون، آن ذاتهای مقرب، ملائکه مقرب الله متعال گذر میکنن بر این پرونده اعمال و شاهد او هستند، مشاهده میکنن. این ملائکه در آنچه که در این پرونده ها نوشته شده شهادت میدهند، چون اینها با چشم سر دیده اند که این عبادت کرده و این به الله متعال نزدیکی جسته است. ان الابرار لفی نعیم، اینها سراسر در نعمت و شادی و فرحت غرقن. ابرار اینها نیکوکارانن، اینها بندگان خاص الله متعالن، اینها اون کسانی هستند که یقین داشتن که این وعده های الهی حق است. الان امروز نتیجه این است که ان الابرار لفی نعیم، اینها در سراسر نعمت هستند. علی الارائک ینظرون، روی تخت های نشستن، تکیه زدن، این طرف و اون طرفشون رو مشاهده میکنن، نظاره‌گرن. تعرف فی وجوههم نضارة النعیم، از چهره های اینها مشخصه که خوشحالی نعمت، فراوانی نعمت، خرمی نعمت رو از چهره اینها مشاهده میکنی. بشاشن، خوشحالن، خندانن، اونها تابانن، شادانن، خندانن. این نعمتی است که الله متعال به اونها داده. تعرف فی وجوههم نضارة النعیم، خرمی، فراوانی، آسایش و آرامش نعمت در وجود اینها، در چهره اینها نمایان است و مشاهده می شود. یسقون من رحیق مختوم، به اینها نوشانده می شود از شراب خالصی که مهر و موم شده است. الله متعال از اینها پذیرایی می کند. الله متعال به اینها شرابی می نوشاند که نه مثل شراب دنیاست. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، اینها از اون شراب وقتی که می نوشن نه سردرد می گیرن، نه حال اونها بد میشه و نه حواس و هوش خودشون رو از دست میدن. اینها یسقون من رحیق مختوم، از باده ایناب که مهر و موم شده است، از باده ایناب که او رو مهر و موم کردن
الله متعال به اونها می نوشاند. این شراب‌های خالص که دست کسی به اونها نخورده به اینها نوشانده می شود. چرا که اینها در دنیا از خمر دنیا و شراب دنیا نخوردن، نتیجهش اینه که در اون دنیا بهترین شراب‌ها رو الله متعال برای اونها آماده کرده. ختامه مسک، پایان این شراب وقتی که می نوشند رائحه و طعمی از مسک دارد، از مشک دارد. بوی خوش این شراب اونها رو دیوانه می کنند. با مشک مهرموم شده است و خوشبوست، تشابه لفظی است. گرچه مشک دنیا هم خیلی خوشبوست، اما مشک آخرت بسیار زیباتر، خوشبوتر و خوشتر از مشک دنیا، مسک دنیا و یا همون تعبیر فارسی خودمون مشک دنیاست. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این میدان کسانی که اهل منافسن، اهل مسابقن، اهل رقابت و پیشی گرفتنن، اینجا مسابقه بدید. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اینجا میدان مسابقه است. نه جمع کردن مال دنیا، نه ساخت و ساز برج‌ها در دنیا، نه تفریحات ناسالم در دنیا، نه در مد لباس پوشیدن و کسب کردن مدارک و مناصب و مکاسب و قدرت و ثروت و شهرت در دنیا. میدان مسابقه اینجاست. تویی که مرد مسابقه ای، همت بکن، آستین بالا بزن، برای این نعمت مسابقه بده. امروز ما میبینیم به خاطر یک مدالی، به خاطر یک افتخاری، به خاطر چقدر مالی یا به خاطر یک حطام دنیایی، یک جایزه مقدار مبلغی، چه کارها که نمی کنن انسان ها، تلاش ها که نمی کنن برای به دست آوردن یک ویلایی، یک قصری، چه خیانت ها که نمیشه، چه جنایت ها که نمیشه، چه دعواها و جنگ ها که نمیشه، برای به دست آوردن رضایت یک خانمی، چه مردهایی که به جان هم نمیافتن تا او رو به دست بیارن، برای به دست آوردن حطام دنیا، چه سرها که برباد داده نمیشه، چه خونها که ریخته نمیشه، چه مصیبت ها و مشکلات که تحمل نمیشه. اما به خاطر این نعمت ها، به خاطر آن جنت عظیم، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی که چشم بیاندازی آنجا میبینی آنجا نعمت رو، میبینی آنجا پادشاهی عظیمی رو که الله متعال آماده کرده. آیا شایسته نیست که کسانی که اهل مسابقه هستند در این میدان آستین بالا بزنن، کمر همت ببندن و با هم به مبارزه و مسابقه بپردازن؟ و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، این میدان مسابقه است. اونجایی است که بعد مسابقه بدن. و مزاجه من تسنیم، و مخلوطی از چشمه تسنیم به اینها داده می شود. عینا یشرب بها المقربون، این نعمت ها همه مال کسانی است که اینها جزء ابرار هستند. ابرار، این شراب اینها جرعه‌ای از آن نهر و چشمه تسنیم دارد. اون چشمه‌ای که می نوشند از آن مقربون، اینها وقتی این همه نعمت دارند، ببینید که مقربین چه کسانی هستند که الله متعال به اینها از این چشمه تسنیم، از این نهر تسنیم که بهترین و گواراترین نوشیدنی جنت است، وقتی جرعه‌ای به اینها داده میشه، مقربین چگونه هستند؟ وقتی که شراب اینها آمیخته است با مقداری از تسنیم، اونها که از خود تسنیم کامل می نوشن چه جایگاهی دارن؟ عینین یشرب بها المقربون، چشمه‌ای که انسانهای مقرب از آن می نوشند. اما هرگز این نعمتها نصیب اون کسانی نخواهد چون که در دنیا مسخره می کنن مؤمنان رو، بلکه این نعمت از آن کسانی است که مورد تمسخر قرار می گرفتن، مورد بی احترامی قرار می گرفتن، مورد توهین قرار می گرفتن، مورد ظلم و ستم قرار می گرفتن، همون ظلم و ستمی که مجرمان و گناهکاران انجام می دادن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، این مجرمان، این فاسقان، این ظالمان وقتی مؤمنان رو می دیدن، وقتی که انسانهای پایبند رو می دیدن،
به اونها میخندیدن، اونها رو مسخره میکردن. یکی به ریشش میخندید، یکی به حجاب یکی دیگه میخندید، به لباسش میخندیدن، نمازش رو مسخره میکردن، روزه گرفتنش رو به تمسخر میگرفتن، التزام و پایبندی اون رو به دین زیر سوال میبردن. از اینکه دوست دختری نداره این پسر و یا دوست پسری نداره آن دختر، اونها رو مسخره میکردن. به اونها میگفتن عقب مونده، به اونها میگفتن متحجر، به اونها میگفتن امول و صدها صفت بد دیگر رو به اونها نسبت میدادن. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی که از کنار اونها گذر میکردن با گوشه چشم خود اشاره میکردن، مسخره میکردن. دیگران دور و بریهاشون رو میگفتن این رو نگاه کن، این رو نگاه کن. با گوشه چشمشون اونها رو به باد تمسخر میگرفتن، تکه میانداختن، مسخره میکردن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، وقتی که برمیگشتن به خانه های خودشون در مسیر اونها رو تمسخر میکردن، هم با زبانشون و هم با صورتشون، هم با رفتارشون، هم در کردارشون. وقتی که میرفتن خانه خودشون اونجا هم ادامه میدادن، می نشستن، شروع میکردن سرمست از آنچه که الله متعال در اختیار اونها قرار داده و سرمست بودن از کاری که انجام میدادن، با غرور و تکبر ادامه میدادن. اون تمسخر بیرون از خانه رو اونجا هم شروع میکردن. امروز رفتیم تو خیابون فلانی رو دیدیم و شروع میکردن به خندیدن، ها 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 ها. این طرف رفتیم فلانی رو دیدیم، میگفتن امروز فلانی رو دیدیم و مسخره میکردن. اهل دین رو مسخره میکردن، مؤمنین رو مسخره میکردن. و چه بسیارند کسانی که همچین صفاتی دارند و چه فراوانند کسانی که این گونه رفتار می کنند. سرنوشت اینها چگونه است؟ به والله گویی که این آیات الان در حال نازل شدن است و من و شما الان می بینیم که این آیات درباره اطرافیان من و شما نازل شده است. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم، وقتی که اینها رو میبینن به صورت کلی میگوین قالوا ان هؤلاء لضالون، میگن اینها گمراهند. ول کنید این عقب مونده ها رو، این بیچارهای بدبخت رو. نه لذتی از دنیا فهمیدن، نه به دنبال عیش و نوش دنیا هستن، خودشون رو منحصر کردن در دین. و این بیچاره ناآگاه غافل نمیداند که در قلب مؤمن لذتی است، در قلب مؤمن لذتی است و جنتی است که به والله اگر این کافر و مشرک و آن ظالم و گنهکار فاجر و فاسق در زندگی ذره‌ای از آن لذت و سعادت رو تجربه کرده باشه و فکر میکنن که اینها گمراهن و خود گمراهن، راه رو گم کردن. و ما ارسلوا علیهم حافظین، الله متعال اینها رو نگهبان مؤمنان و متقیان قرار نداده بود که اینها رو زیر نظر بگیرن و مسخره بکنن، تمسخر بکنن، به اونها بخندن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آن روز قیامت مؤمنانند که به کفار میخندند. اگر در خیابان، اگر در مسیر، اگر در راه التزام به دین کسی به تو خندید، هیچ قصه نخور. اگر در راه دیندار بودن و پایبندی به دین تو رو مسخره کردن، سرت رو بنداز پایین و رد شو، نگران نباش. بگذار بخندن، بگذار مسخرت کنن، بگذار به دینت، به نمازت، به حجابت، به عبادتت، به روزت، به التزامت به دین، به پاک بودنت، به صداقتت، به اخلاصت بخندن، بگذار بخندن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، یک روزی من و تو به اینها خواهیم خندید. آن روزی که علی الارائک ینظرون، مؤمنان بر تختهای خود در جنت تکیه کردند و نظاره‌گرند و میبینن این کافران و فاسقان و فاجران رو در قعر جهنم و آنها رو میبینن و به اونها میخندن. امروز آنها میخندن و فردا من و تو با آنها خواهیم خندید. با آن روز گفته میشود هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، آیا کافران به پاداش آنچه انجام میدادند رسیدند؟ این هم توبیخی است و تمسخری است برای آنها. این دنیا دنیای مکافات است. هیچ قصه نخور. در راه دین، تو در راه دین حرکت کن، ملتزم باش، دیندار باش، به الله متعال توکل کن، خود رو بسپر به الله متعال و تحمل کن.
اگر بهت مسخره کرد، تو رو مسخره کردن، توهین کردن، زدنت، تحمل کن. یک روزی میرسد که نوبت من و توست. آن روز نزدیک است. خود را به الله بسپار. الیس الله بکاف عبده. آیا الله برای بندش کافی نیست؟ یقینا این گونه است. الله میتونه همین ما و شما را نجات بده از اینکه در وسواس شیطان قرار بگیریم و همین ما و شما را الله میتونه جمله ابرار و مقربین بگرداند، از اون کسانی که از این رحیق مختوم می نوشند و از آن چشمه تسلیم الله متعال ما و شما رو بچشاند و همه امت اسلامی رو. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو بر الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني